و ارزان‌ترین فقاهش این دیگه همسلولی خودم بوده. ارزان‌ترین فقاهش بعد از کوبا، حتی ارزان‌تر از تایلند، در تهران ما و مشهد ما رواج دارد. همسلولی دستفروش عراقی از عراق می آمد، در اینجا همسلولی بود و ما جاسوس آوردن. من استغفار میکرد، توبه کرد و میگفت در همین تهران، نزدیک بازار تهران، با 30,000 تومان یعنی $8 اون موقع دختر تهرانی بغل دستفروش عراقی میخوابید. میگفت اگه ما در عراق بخوام استفاده کنیم $100 باید بدیم، اینجا $8 ارزونه، میان اینجا باید سرم روز پاییزم کنه. شاید خلقا نبود. این درد که هم دارم بگم، ولی وقتی که رضا شاه رفت استانبول، وقتی کمال آتاتورک برای او یک دختر آورد، نپذیرفت. گفتن چرا؟ گفت او وقتی بیاد ایران، من باید یک دختر ایرانی ناموسم رو در اختیار قرار بدم و این کار رو نمی‌کنم.